دوست عزیزم سلام. امیدوارم محتوای این کتاب شما رو به رشد و موفقیت نزدیکتر کنه. هفت عادت افراد بسیار مؤثر، چاپ نسخه 30 توسط استفان آر کاوی. خلاصه ای به اختصار، کتاب هفت عادت افراد بسیار مؤثر 3 دهه است که زندگی رؤسای جمهور، رؤسای دولت، مدیران اجرایی، آموزگاران، دانش آموزان، والدین و خانواده ها و میلیون ها نفر از تمام سنین و مشاغل رو متحول کرده. استفن آرکاوی با ارائه رویکرد اصل محور برای حل مشکلات شخصی و حرفه‌ای گام به گام مسیری برای زندگی همراه با انصاف، صداقت و کرامت انسانی رو نشون میده. اکنون در نسخه 30 کتاب هفت عادت نگرش‌های شخصی پسر کاوی، شان کاوی نیز ارائه شده. در دنیای سریع و تبادل اطلاعات بیوقفه، ارتباط شبانه روزی 24 ساعته و تغییرات مداوم، شان کاوی نشون میده که چگونه این عادت‌ها در طول 30 سال گذشته مورد استفاده قرار گرفتن و بینش‌های جدید ارزشمندی در مورد نحوه اعمال این عادت‌ها در زندگی ما ارائه میده. با اضافه کردن این موارد هیجان انگیز، این نسخه از کتاب هفت عادت رو برای نسل جدیدی از رهبران تجدید میکنه. در این مطلب خلاصه خواهیم آموخت چرا هفت عادت به زمان حال بیشتر از همیشه مرتبطه. قدرت رویکرد درون بیرون. به وسیله این کتاب از وابستگی به استقلال و متقابلاً به بلوغ خواهید رسید. داده ها و داستان های جدید هیجان انگیز کتاب هفت عادت نحوه تغییر زندگی رو نشون میدن. قسمت اول، نمونه ها و اصول. درون بیرون. تقریبا همه مقالات مرتبط به موفقیت که در 150 سال اول این کشور نوشته شدن بر رفتار شخصیت بیرونی متمرکز بودند، مثل صداقت، فروتنی، وفاداری، اعتدال، شجاعت، عدالت، صبر، سادگی، حیا و قانون طلایی. پس از مدتی بعد از جنگ جهانی اول، دیدگاه اصلی موفقیت به رفتار شخصیت بیرونی تغییر کرد. موفقیت بیشتر تابع شخصیت، تصور عمومی، نگرش‌ها و رفتارها، مهارت‌ها و تکنیک‌هایی که روند تعامل انسان رو روان می‌کنه. عناصر رفتار شخصیت بیرونی برای موفقیت مفید و گاهی ضروری هستند، اما اونها ثانوی‌اند. بسیاری از افراد دارای عظمت ثانویه فاقد عظمت یا مروت اولیه در شخصیت خودشون هستند. قدرت پارادایم. پارادایم سرمشق و الگوی مسلط و چارچوب فکری و فرهنگیه که مجموعه ای از الگوها و نظریه ها رو برای یک گروه یا یک جامعه شکل دادن. پارادایم شیوه‌ایه که ما جهان رو میبینیم. منظور فقط دیدن نیست، بلکه درک، درگیر شدن و تفسیر مد نظره. پارادایم های ما درست یا نادرست منابع نگرش ها و رفتارهای ناسازگارانه و در نهایت روابط ما با دیگرانه. هم رفتار شخصیت بیرونی و هم رفتار شخصیت درونی فرد نمونه های از پارادایم های اجتماعیه. اگر ما نتونیم پارادایم های پایه‌ای که نگرش ها و رفتارها از اونها جریان دارن رو مورد بررسی قرار بدیم، سعی میکنیم نگرش ها و رفتارهای خودمون رو تغییر بدیم. وقتی به مشکلات زندگی که ایجاد کردیم و تعامل رفتار شخصیت بیرونی نگاه میکنیم، متوجه میشیم که اینها مشکلات اساسی هستند. ما برای حل این نگرانی های عمیق به سطح عمیق‌تری از تفکر نیاز داریم. پارادایمی مبتنی بر اصولی که قلمرو انسان مؤثر و تعامل رو به طور دقیق توصیف میکنه. این نگرش جدید کتاب هفت عادت افراد بسیار مؤثره. رویکردی مبتنی بر شخصیت درونی، درون بیرون، برای اثر بخشی شخصی و بین فردیه.
رویکرد درون بیرون میگه که پیروزی‌های خصوصی مقدم بر پیروزی‌های عمومی هستند و قول دادن و عمل به قول به خود مقدم بر قول دادن و عمل به قول به دیگرانه. طبق این رویکرد نباید شخصیت بیرونی رو بر شخصیت درونی ترجیح بدیم و سعی کنیم قبل از بهبود خودمون روابط خودمون با دیگران رو بهبود ببخشیم. چالش های بیرونی رو بپذیریم. مانند یک رئیس سختگیر و اعتیاد شخصی، بهترین کار شروع از خودتونه. همه تغییرات از خود شروع میشه. 7 عادت در عصر دیجیتال. حالا بهترین زمان برای زنده موندنه. میتونید به جای توقف در پمپ بنزین و درخواست راهنمایی با GPS تلفن خودتون حرکت کنید. شما میتونید به هر شهر جهان پرواز کنید. شما میتونید میلیون ها نفر رو در سراسر جهان از طریق کتاب ها، وبلاگ ها، فیلم ها یا ده ها کانال ارتباطی دیگه تحت تاثیر قرار بدید. از سوی دیگه چالش ها نیز افزایش پیدا کردن. اعتماد به مؤسسات رو به کاهشه. افسردگی و اضطراب به یک اپیدمی جهانی تبدیل شده. واحد خانواده آسیب میبینه. بسیاری از مردم جهان از نظر روانی یا عیناً در وحشت زندگی میکنند. سرعت زندگی برای مردم برابر با سرعت نوره. ما به صورت شبانه روزی به هم متصل هستیم. ما در شبکه‌های اجتماعی اشباع شدیم. صفحه ها تسخیر شدن. اطلاعات زیاد و انتخاب‌های زیادی وجود داره و یک چیزی باید به شما بده. به همین دلیلی که 7 عادت بیش از هر زمان دیگه‌ای مورد نیازه. این عادت‌ها یک پایه مطمئن رو فراهم می‌کنن که میتونید بر اساس اون زندگی بهتری بسازید. ثبات رو در میان دنیای دیوانه بار افزایش میدن. 7 عادت زندگی مردم رو برمیگردونه. به ما یادآوری میکنن که علیرغم تجربیات گذشته ما قدرت انتخاب داریم. اونها ما رو تشویق میکنن تا اهداف هیجان انگیز رو پیش بینی کرده و دنبال کنیم. اونها میگن که ما برای ایجاد روابط با کیفیت و یافتن جایگزین‌های سوم این عادات رو در درون خودمون داریم. 7 عادت یک مرور کلی. شخصیت ما ترکیبی از عادات ماست که عاملی قدرتمند در زندگی ماست. از اونجا که عادت‌ها الگوهای سازگار و ناخودآگاهی هستند، دائما نشون دهنده شخصیت ما هستند و اثر بخشی یا ناکارآمدی ما رو تعیین می‌کنند. عادات همچنین دارای نیروی کشش فوق‌العاده‌ای هستند. شکستن تمایلات عمیق همیشگی مانند تعلل، بی‌حوصلگی، انتقاد پذیری یا خودخواهی که اصول اولیه اثر بخشی انسان رو نقض میکنه، با کمی اراده و چند تغییر جزئی در زندگی امکان پذیره. عادات تعریف شدن. عادت نقطه تلاقی دانش، مهارت و میله. دانش یک پارادایم نظریه، اون چه باید انجام بشه و چرا. مهارت نحوه انجامه. اشتیاق انگیزه است و تمایل به انجام کاره. دونستن اینکه باید گوش بدید و نحوه گوش دادن کافی نیست. اگر بخواید گوش کنید، این یک عادت نخواهد بود. ایجاد یک عادت نیازمند کار در هر 3 بعده. با کار بر روی دانش، مهارت‌ها و تمایلات میتونیم با رهایی از الگوهای قدیمی به سطوح جدیدی از اثر بخشی شخصی و بین فردی برسیم. زنجیره بلوغ. این 7 عادت ما رو به طور تدریجی در یک زنجیره بلوغ وابستگی به استقلال و وابستگی متقابل حرکت میدن. در زنجیره بلوغ وابستگی الگوی شماست. شما از خودتون مراقبت میکنید. تا به خاطر من از پسش بر اومدی و اگر شکست بخورم خودم رو مقصر میدونم. استقلال نمونه ای از منه. من میتونم این کار رو انجام بدم. من مسئول هستم. من متکی به خودم هستم. میتونم انتخاب کنم. وابستگی متقابل پارادایم ماست. ما میتونیم اون رو انجام بدیم. ما میتونیم استعدادها و توانایی‌های خودمون رو با هم ترکیب کرده و چیزی بزرگتر رو با هم ایجاد کنیم. استقلال واقعی شخصیت به ما اجازه میده که بیشتر از به کار گرفتن عمل کنیم. به این صورت از وابستگی به شرایط و افراد دیگه رها شده و یک هدف ارزشمند و رهایی بخشه. اما این هدف نهایی یک زندگی مؤثر نیست.
وابستگی متقابل یک مفهوم بالغ و پیشرفته است. شما به عنوان یک فرد وابسته به دیگران این فرصت را دارید که احساسات خودتون رو با دیگران در میان بذارید و به منابع و پتانسیل‌های عظیم انسان‌های دیگه دسترسی داشته باشید. وابستگی متقابل انتخابیه که فقط افراد مستقل میتونن انجام بدن. افراد وابسته نمیتونن وابستگی متقابل رو انتخاب کنن. اونها به اندازه کافی مالک خودشون نیستن. به همین دلیل عادات 1، 2 و 3 به تسلط بر خود سر و کار دارن. اونها فرد رو از وابستگی به استقلال جدا میکنن. برای اونها پیروزی‌های خصوصی جوهر رشد شخصیته. پیروزی‌های خصوصی مقدم بر پیروزی‌های عمومیه. شما نمیتونید این فرایند رو معکوس کنید تا زمانی که محصول رو قبل از کاشت برداشت کنید، به صورت داخل به بیرون. وقتی مستقل میشید، پایه و اساس وابستگی متقابل مؤثر رو دارید. شما دارای پایه شخصیتی هستید که میتونید به طور مؤثر بر پیروزی‌های عمومی شخصیت محور، کار تیمی، همکاری و ارتباط با عادت 4، 5 و 6 کار کنید. قسمت دوم، پیروزی خصوصی. عادت 1، فعال باشید. فعال بودن به معنای ابتکار عملی. این به این معنیه که ما مسئول زندگی خودمون هستیم. توانایی پاسخگویی، توانایی انتخاب واکنش شماست. افرادی که بسیار فعال هستند، موقعیت‌ها، محیط یا شرایط برای رفتار خودشون رو سرزنش نمی‌کنن. رفتار اونها محصول انتخابی آگاهانه و بر اساس ارزش‌ها و نه به علت شرایط، بلکه بر اساس احساس خودشونه. افراد فعال اغلب تحت تاثیر محیط فیزیکی خودشون قرار میگیرن. اگه هوا خوب باشه، اونها احساس خوبی دارن. اگه اینطور نباشه، روی نگرش و عملکرد اونها تاثیر میذاره. افراد فعال حال و هوای خودشونو با خودشون دارن. اونها هنوز تحت تاثیر محرک‌های خارجی هستند، اما واکنش اونها آگاهانه یا ناخودآگاه یک پاسخ یا انتخاب مبتنی بر ارزشه. ماهیت اصلی ما عمل کردن و عمل نکردن به اونه. علاوه بر اینکه ما رو قادر میسازه تا واکنش خودمون رو در شرایط خاص انتخاب کنیم، این امر به ما قدرت ایجاد شرایط رو میده. ابتکار عمل به معنای پرهیزکاری، نفرت انگیزی یا پرخاشگر بودن نیست، بلکه باید برای انجام دادن کارها مسئولیت خودمون رو به رسمیت بشناسیم. آنچه داده میگه. ما در حال حاضر مقدار زیادی داده تجربی داریم که از ایده‌هایی در مورد فعالیت پشتیبانی میکنه. پروفسور کارول دوک دریافت که اکثر مردم یکی از دو طرز فکر یا الگوهای مربوط به توانایی‌های یادگیری خودشون رو دارن: طرز فکر ثابت یا رشد. افرادی با ذهنیت ثابت معتقدند که هوش و استعداد اونها ثابته و کار زیادی نمیتونن در این زمینه انجام بدن. این یک نگاه واکنشی به جهانه. من در ریاضیات خوب نیستم، یا من هرگز با مردم خوب نبودم، پس چرا سعی کنم؟ از سوی دیگه افراد دارای ذهنیت رشد معتقدند که توانایی‌های اساسی اونها رو میشه با فداکاری و سخت‌کوشی توسعه داد و تقویت کرد. بر این باورن که اونها در صندلی راننده هستن و بنابراین میتونن بهبود پیدا کنن و تغییر کنن. این نگاه فعالانه به جهان منجر به تفکر و زبان فعال میشه. باید رابطم با اعداد بهتر بشه، یا میتونم نسبت به شریکم ملاحظه بیشتری داشته باشم. دایره نگرانی و دایره تأثیر. یکی دیگه از راه‌های عالی برای آگاهی بیشتر از میزان فعالیت خودتون اینه که به مکان و زمان خودتون توجه کنید. همه ما نگرانی‌های گسترده‌ای داریم، مانند سلامتی، کودکان، مشکلات در محل کار، قرض‌های دولتی و جنگ هسته‌ای. ما میتونیم با ایجاد دایره نگرانی مواردی رو که از نظر ذهنی و احساسی در اونها دخیل نیستیم رو از هم جدا کنیم. در دایره نگرانی ما مواردی وجود داره که ما هیچ کنترلی بر اونها نداریم و در مورد برخی دیگه میتونیم کاری انجام بدیم. ما میتونیم کسانی رو که در گروه اخیر هستن در حلقه نفوذ خودمون شناسایی کنیم. افراد فعال تلاش‌های خودشون رو در دایره تأثیر متمرکز میکنن. ماهیت انرژی اونها مثبت بوده و بزرگ نمایی میشه و به این ترتیب دایره تأثیر اونها افزایش پیدا میکنه.
افراد واکنشی تلاش‌های خودشون رو بر روی دایره نگرانی متمرکز می‌کنند که منجر به سرزنش، متهم کردن نگرش‌ها و افزایش احساس قربانی شدن میشه و به این ترتیب دایره تأثیر اونها کوچیک میشه. مستقیم، غیر مستقیم و بدون کنترل. مشکلاتی که ما با اونها روبرو هستیم در یکی از سه زمینه زیره. یک، مشکلات کنترل مستقیم و با کار بر روی عاداتمون که در حوزه نفوذ ما هستن حل میشن. اینها پیروزی‌های خصوصی عادات 1، 2 و 3 هستند. دو، مشکلات کنترل غیر مستقیم که با تغییر روش نفوذ ما حل میشن. اینها پیروزی‌های عمومی عادات 4، 5، 6 و 7 هستند. 3، مشکلات بدون کنترل شامل مسئولیت لبخند زدن، صادق بودن و صلح آمیزی و یادگیری زندگی با این مشکلاته، حتی زمانی که اونها رو دوست نداریم. دکتر مارتین سلیگمن، مدیر برجسته مرکز روانشناسی مثبت در دانشگاه پنسیلوانیا، فواید تمرکز بر چرخه تأثیر رو بررسی کرده. اون در کتاب شادی معتبر به این نتیجه میرسه که خوشبختی شما به 1، ژنتیک، 2، شرایط و 3، چیزهایی که میتونید کنترل کنید بستگی داره. با این حال تحقیقات اون نشون داد که ژنتیک و شرایط نسبت به دسته سوم با شادی ارتباط چندانی ندارن. سلیگمن پیشنهاد میکنه برای شاد بودن روی چیزهایی تمرکز کنید که میتونید اونها رو کنترل کنید. به مدت 30 روز فقط روی چرخه تأثیر خودتون کار کنید. تعهدات کوچیکی بر عهده بگیرید و به اونها عمل کنید. بخشی از راه حل باشید، نه بخشی از مشکل. وقتی اشتباهی مرتکب میشید، اون رو بپذیرید، تصحیح کنید و بلافاصله از اون درس بگیرید. وارد حالت سرزنش و متهم شدن نشید. روی مواردی که کنترل اونها رو دارید کار کنید. عادت 2، از پایان در ذهن شروع کنید. برای شروع تصمیم بگیرید که با درک روشنی از مقصد خودتون شروع کنید. باید بدونید به کجا میخواید برید و بهتر درک کنید که در کجا هستید و با گام‌هایی که برمی‌دارید همیشه در مسیر صحیح قرار دارید. خیلی آسونه که برای بالا رفتن از نردبون موفقیت خودمون رو در دام فعالیت شدید، شلوغی زندگی، سخت کار کردن گرفتار کنیم تا در نهایت به این نتیجه برسیم که این کار در واقع تکیه کردن به یک دیوار اشتباهیه. نردبان موفقیت. در تجدید دیدار دانشگاه بازرگانی هاروارد، کلایتون کریستنسن، متفکر مدیریت، داستانی درباره اولین شغل خودش در خارج از دانشگاه در یک شرکت مشاوره معتبر تعریف کرد. اون به عنوان یک مشاور جوان ساعتهای طولانی از دوشنبه تا جمعه کار میکرد و وقت همکاران و مشتریانش بود. اما در کار و زندگی با چالش‌هایی روبرو شد. یک روز یکی از مدیرانش به اون گفتش که یک شنبه به سر کار بیاد تا تیم بتونه برای یک جلسه مهم با مشتری در روز دوشنبه آماده بشه. کلایتون مکث کرد و به مدیرش گفت نمیتونه برای جلسه حاضر بشه. اون توضیح داد متاسفم، من یک شنبه ها کار نمی کنم. در این روز به مسائل مذهبی میپردازم. مدیر با ناراحتی رفت اما کمی بعد برگشت. باشه، خوبه. من تونستم همه چیز رو به شنبه منتقل کنم. سپس یک جلسه آماده سازی خواهیم داشت. کلایتون قبل از پاسخ مکث کرد. اون دوباره توضیح داد متاسفم، من شنبه ها کار نمی کنم. من و همسرم خیلی وقت پیش تصمیم گرفتیم که شنبه ها خانواده خودمون رو در اولویت قرار بدیم. شنبه ها رو با خانواده‌ام میگذرونم. همکارش برای سومین بار با عصبانیت گفت آیا روزهای جمعه کار میکنی؟ کلایتون توضیح داد که چگونه این تصمیم رو گرفته و این اولین تصمیم بود که زندگی اون رو به بهترین شکل تغییر داد. باعث پیشرفت حرفه‌ای اون شد و اون رو به خانواده و ایمان خودش نزدیک نگه داشت. اون احساس میکرد که اگر بخواد با دیر موندن یا تعطیلات آخر هفته کار کنه، حتی فقط یک بار به یک شیب لغزنده تبدیل میشه. اون در طول سالها فهمید که رعایت اصول خود در 100% مواقع آسان‌تر از 98% مواقع است. بیانیه مأموریت شخصی. مؤثرترین راه برای شروع در نظر گرفتن یا ایجاد بیانیه مأموریت شخصیه. این برنامه بر اون چه که میخواهید باشید و کاری که انجام میدید و بر ارزش‌ها یا اصولی که بر مبنای اون کار انجام میدید تمرکز میکنه. برای نوشتن یک بیانیه مأموریت شخصی باید از مرکز دایره نفوذ خودتون شروع کنید.
هر چیزی که در مرکز زندگی شما باشه منبع این 4 عامل خواهند بود که به یکدیگر وابسته هستند که عبارتند از امنیت، حس ارزش، هویت، لنگر احساسی، اعتماد به نفس، قدرت شخصی پایه و یا عدم وجود اون. راهنمایی، منبع جهتگیری شما در زندگی یک چارچوب مرجع داخلیه که شامل استانداردها یا اصول یا معیارهای ضمنیه و بر تصمیم گیری و انجام لحظه به لحظه حاکمه. خرد و دانایی، دیدگاه شما نسبت به زندگی، احساس تعادل، قضاوت، تشخیص و درک مطلب. قدرت، استعداد یا ظرفیت عمل، قدرت و قوت برای انجام کاری. بیانیه مأموریت مستلزم درون نگاری عمیق، تجزیه و تحلیل دقیق، بیان متفکرانه و اغلب بازنویسی های زیاده. نوشتن یا مرور بیانیه مأموریت شما رو تغییر میده، زیرا شما رو مجبور میکنه تا اولویت های خودتون رو عمیقاً و دقیق در نظر بگیرید و رفتار خودتون رو با باورهای خودتون همسو کنید. با متمرکز ساختن زندگی بر اساس اصول صحیح، پایه محکمی برای توسعه 4 عامل حمایتی زندگی ایجاد می‌کنید. امنیت از این موضوع ناشی میشه که برخلاف سایر منابع که بر اساس مردم یا اشیا در معرض تغییر هستند، اصول صحیح تغییر نمی‌کنند. خرد و دانایی از نقشه‌های صحیح از اونجا که همه چیز واقعاً هست و خواهد بود ناشی میشه. قدرت فردی از زندگی اصل محور نشأت میگیره و مخصوص یک فرد آگاه، فعال، نامحدود، محدود به نگرش‌ها، رفتارها و اعمال دیگرانه. عادت 3. اول موارد مهم رو در اولویت قرار بدید. مدیریت مؤثر اینه که مهمترین موارد رو در اولویت قرار بدیم. در حالی که رهبری تصمیم میگیره مهمترین موارد چیه، این مدیریتی که اونها رو در اولویت قرار میده. روز به روز و لحظه به لحظه. یادگیری اولین چیزها در درجه اول سخته. در واقع این عادتیه که مردم به طور کلی با اون دست به گریبان هستند. چرا عادت 3 اینقدر سخته؟ زیرا ضروری، بدیهی و ساده است و واقعیت اینه که اکثر ما به فوریت اعتیاد داریم. ماتریس مدیریت زمان. ما با توجه به 2 عامل تعیین کننده فعالیت یعنی فوری و مهم، زمان رو به یکی از 4 روش می‌گذرونیم. فوری یعنی نیاز به توجه فوری داره. چیزهای فوری به ما تأثیر می‌گذارن و معمولاً قابل مشاهده نیستن. زنگ زدن تلفن فوریه. اهمیت از طرف دیگه به نتایج مربوط میشه. این امر به رسالت، ارزش‌ها و اهداف با اولویت بالا کمک میکنه. ما نسبت به مسائل فوری واکنش نشون میدیم. موضوعات مهمی که فوری نیستن نیاز به ابتکار بیشتر و فعالیت بیشتری دارن. راه حل غلبه بر اعتیاد فوری شما اینه که الگوی خودتون رو از حالت فوری به مهم تبدیل کنید. به لطف تلفن‌های هوشمند، رسانه‌های اجتماعی و موارد مشابه، دور موندن از ربع اول و سوم دشوارتره. در واقع داده‌ها نشون میدن که 51.2% از زمان ما صرف پاسخگویی به موارد ضروری میشه. افرادی که در ربع اول دایره زندگی میکنن رو میشه اهمال کار نامید. نتایج گذراندن زمان بیش از حد در اینجا شامل استرس و اضطراب، احساس از پا در اومدن و عملکرد متوسطه. افراد بلگو کسانی هستند که در ربع سوم زندگی میکنن. اونها به سختی نمیگن، به هر چیزی که فوری و محبوب جواب مثبت میدن و در نتیجه به شدت سرشون شلوغه، در حالی که هیچ کار مهمی هم انجام ندادن. ربع 4 جاییه که افراد زیادی در اون زندگی میکنن. دیدار با افراد تفره رو، هر کاری که بیش از حد انجام بشه در ربع 4 قرار میگیره. بله، آرامش خودشون رو حفظ کردن و پخش یک فیلم خوب بخشی از شیوه زندگی سالمه. اگر اون فیلم واحد به 2 یا 3 فیلم متوالی منجر بشه، اتلاف وقت صورت میگیره و منجر به احساس گناه و بی‌تفاوتی میشه. حرکت به ربع دوم. ربع دوم جای کسایی هستش که اولویت‌بندی میکنن در اون زندگی کنن. زمان در ربع دوم منجر به بهبود روابط، عملکرد بهتر و تعادل میشه. این زمانیه که ما به جای مگس پروندن به تعمیر تلویزیون میپردازیم. بازگشت زمان و انرژی که در ربع دوم صرف میکنیم تصاعدیه، در حالی که بازده ربع اول فقط معادل ورودیه و بازده ربع سوم و 4 عملاً وجود ندارن.
نکته کلیدی برای گذراندن زمان بیشتر در ربع دوم، کاهش زمان صرف شده در ربع سوم، ربع فریبه. ربع سوم مهم به نظر میرسه زیرا فوریه و بنابراین ما رو فریب میده. وقتی زمان کمیابه ما از اونچه که روانشناسان تونل زنی مینامند میگذریم، به این معنا که ما فقط میتونیم بر فوری ترین و غالبا کارهای کم ارزش تمرکز کنیم. این حالت فوری باعث میشه که ما حدود 13 امتیاز IQ رو از دست بدیم. راه حل برای ربع سوم شروع نگفتنه. به پاسخگویی فوری به هر ایمیل یا متنی که برای شما پیش میاد نبگید. اگر ممکنه از خانواده یا سلامتی خودتون غافل بشید. به کار در هیئت مدیری انجمن نگید. به پر کردن گزارشی که هیچ کس نمیخونه نبگید. کلید نگفتن اینه که بله رو عمیقاً در درون خودتون بسوزونید. چند موردی رو که خوب انجام بدید رو تعیین کرده و سپس شروع کنید به همه چیز دیگر رو نگفتن. از بین همه چیزهایی که فرانکلین کاوی در مورد مدیریت زمان پس از همکاری با میلیون ها نفر در سراسر جهان آموخته، یک ایده اصلی برجسته و مهمه. هر هفته 30 دقیقه برای برنامه‌ریزی هفته خودتون اختصاص بدید و تماشا کنید که زندگی شما چه تغییری میکنه. قسمت سوم، پیروزی عمومی. عادت 4، به برد فکر کنید. فکر کنید برد یک نگرش نسبت به زندگی که میگه من میتونم برنده بشم و شما نیز میتونید. من یا تو، هر دو ما هستیم. فکر کنید که برنده پایه و اساس پیشرفت با افراد دیگره. برد یک تکنیک نیست. این یک فلسفه کامل و یکی از 6 پارادایم تعادل انسانیه. این یک چارچوب ذهنی و قلبیه که دائما در همه تعاملات انسانی به دنبال سود متقابله. این راه شما یا راه من نیست. این یک راه بهتر، یک روش بالاتره. 5 پارادایم دیگه به شرح زیره. برد باخت. در سبک رهبری این رویکرد اقتدارگراست. من راه خودم رو میرم و شما هم راه خودت رو. باخت برد. این بدتر از برد باخته، زیرا هیچ استانداردی نداره، هیچ خواسته‌ای نداره و هیچ بینشی نداره. در رهبری تسلیم یا اغمازه، آدم خوبی بودنه، حتی اگر افراد خوب آخرین نفری باشن که کار رو تموم میکنن. باخت وقتی 2 نفر برنده بازنده دور هم جمع میشن، نتیجه باخته. هر دو کینه‌توز خواهند شد و میخوان تلافی کنن. برنده، افرادی که دارای این ذهنیت هستن لزوما نمیخوان شخص دیگه ای رو از دست بدن. مهمترین چیز اینه که اونها به خواسته خودشون برسن. برد یا بدون معامله. اگر نمیتونید راه حلی پیدا کنید که به نفع هر دوی ما باشه، موافقت میکنیم که با توافق مخالف باشیم. بیشتر موقعیت ها بخشی از یک واقعیت وابسته به هم هستند و سپس برد تنها جایگزین مناسب از این 5 مورده. شخصیت بیرونی پایه و اساس برده. 3 ویژگی شخصیتی ضروری برای پارادایم برد وجود داره. تمامیت، ارزشی که برای خودمون قائل هستیم. بلوغ، تعادل بین شجاعت و توجه کردن. ذهنیت فراوانی، مقدار زیادی برای همه وجود داره. برد تنها جایگزینه. چند سال پیش فرانکلین کاوی با یک شرکت مخابراتی کار میکرد که در شهرهای سراسر ایالات متحده کابل کار میذاشت. در بیشتر موارد و به رغم اختلالات موقتی که ایجاد میکردند، شهرها مشتاق نصب کابل بودند. با این حال یک شهر بزرگ تمایلی به این ایده نداشت. اونها میدونستند که اگر به یک شرکت اجازه بدن شهر رو خراب کنه، باید برای هر شرکت کابلی که از اونها پیروی میکرد همین اجازه رو میدادن. اونها نمیخواستن شهرشون مکررن خراب بشه. مذاکرات در نهایت به بنبست رسید. شهر حاضر به ادامه کار نبود مگر اینکه شرکت هزینه‌ای به اونها پرداخت کنه. نتیجه این امر عدم دسترسی کابل برای شهروندان، ضرر برای شهر و عدم دسترسی به هزاران مشتری، ضرر برای شرکت بود. اونها به سمت باخت حرکت کردند. یکی از مذاکره کنندگان شرکت مخابرات اخیراً آموزش 7 عادت را گذرانده بود. تحت رهبری اون شرکت به شهر بازگشت و گفت اگر ما کابل خودمون رو کار بذاریم، برای 2 یا 3 ارائه دهنده آینده نیز کابل میذاریم. ما دسترسی به کابل رو با هزینه کمتر در اختیارتون قرار میدیم. اون وقت شهر فقط یک بار خراب میشه. انتخاب بهتر.
شهر عاشق این ایده بود. کابل گذاشته شد. هنگامی که رقبا وارد شدن اونها خوشحال شدن که فهمیدن کابل کار گذاشته شده و هزینه اون بسیار کاهش پیدا کرده. بنابراین شهر و شهروندان برنده شدند، زیرا خیابان‌های اونها مدام خراب نشده بود و کابل خودش رو دریافت کرده بود و در رقابت برنده شد، زیرا اونها کابل خودش رو با نرخ‌های پایین‌تر کار گذاشته بودند. اما بزرگترین برنده شرکت اولی بود. دو رقبا هزینه نسبتاً بیشتری رو پرداخت کردند. اونها کابل خودشون رو به صورت رایگان گذاشتن و مقدار زیادی پول خرج کرده بودند. عادت 5: ابتدا به دنبال اون باشید که درک کنید، سپس درک کنید. جستجو برای درک اول شامل یک تغییر عمیق در پارادایمه. ما معمولاً ابتدا به دنبال درک شدن هستیم. اکثر مردم به منظور درک کردن گوش نمیدن. اونها با قصد پاسخگویی گوش میدن. اونها یا صحبت میکنن یا آماده صحبت میشن. گوش دادن همدلانه به معنای گوش دادن به منظور درکه. گوش دادن همدلانه در چارچوب مرجع شخص دیگری قرار میگیره. شما به اون نگاه میکنید، جهان رو مانند اون میبینید، الگوی اونها رو درک میکنید و احساس اونها رو درک میکنید. گوش دادن همدلانه قویه، زیرا داده های دقیقی در اختیار شما قرار میده. زمان میبره، اما برای پشتیبانی و تصحیح سوء تفاهم در زمانی که کیلومترها در راه هستید باز هم به زمان نیاز دارید. همونطور که یاد میگیرید تا عمیقاً به دیگران گوش بدید، تفاوت‌های زیادی در ادراک خواهید یافت. همچنین از تاثیر این تفاوت‌ها به عنوان افرادی که سعی در کنار هم موندن در موقعیت‌های وابسته به هم دارند قدردانی خواهید کرد. سپس به دنبال درک شدن باشید. ابتدا به دنبال درک کردن باشید، سپس باید فهمیده بشید. دونستن این که چگونه باید درک بشید نیمه دوم عادت 5 و برای دستیابی به راه حل‌های برد نیز به همون اندازه حیاتیه. درک شدن نیاز به توجه داره. کسی که به دنبال درک شدنه باید شجاع باشه. برد به درجه بالایی از هر دو نیاز داره. بنابراین درک شرایط ما در موقعیت‌های وابسته به یکدیگر اهمیت پیدا می‌کنه. عادت 5 قویه، زیرا درست در وسط حلقه تاثیر شما قرار داره. همیشه میتونید ابتدا به دنبال درک شدن باشید. این چیزیه که تحت کنترل شماست و با انجام این کار دایره نفوذ شما شروع به گسترش میکنه. عادت 5 چیزیه که میتونید در حال حاضر تمرین کنید. رابطه ای رو انتخاب کنید که در اون احساس میکنید حساب بانکی احساسی شما مقروضه. سعی کنید موقعیت رو از دیدگاه طرف مقابل بفهمید و بنویسید. در تعامل بعدی خودتون برای درک مطلب گوش بدید. اونچه که میشنوید با اونچه که نوشتید رو مقایسه کنید. فرضیات شما چقدر معتبر بود؟ آیا واقعا دیدگاه اون فرد رو درک کردید؟ گوش دادن همدلانه برای رهبران. وقتی شما در موقعیت رهبری هستید، گوش دادن همدلانه حتی سخت‌تر میشه، زیرا مردم تمایل دارن اقتدار رو کنار بذارن. به همین دلیلی که بسیاری از رهبران ارشد شنونده ضعیفی هستند. اگر نقش رهبری دارید، تست شخصیت بدید. دفعه بعد که در جلسه شرکت کردید، از خودتون بپرسید چند درصد از کلماتی که امروز در این جلسه گفته شد از دهان من اومد. اگر 6 نفر در اتاق بودن و 80% کلمات از طرف شما بود، این یک مشکله. برای گوش دادن همدلانه زمان و مکان رو در نظر بگیرید. هنگامی که موضوع مهم، حساس یا واقعا شخصیه، مانند زمانی که یک همکار به مشاوره شغلی نیاز داره یا اگر در ارتباط با یکی از عزیزان خودش مشکل دارید، از گوش دادن همدلانه استفاده کنید. این گفتگوها زمان میبره و نباید عجله کرد. یک قاعده خوب اینه که هر زمان احساساتی شدید از همدلی استفاده کنید. نیازی نیست این کار رو در مکالمات معمولی یا صحبت‌های کوچیک روزمره انجام بدید. ما به طور فزاینده‌ای از طریق پیام و ایمیل ارتباط برقرار می‌کنیم. آیا ارتباط به این صورت باعث تغییری در عادت میشه؟ بله. استفاده از فناوری باعث کاهش لحن صدا و حالت چهره میشه که به ما در همدلی کمک میکنه. بنابراین هر زمان که با یک مسئله مهم و احساسی روبرو بشیم، ایمیل یا پیامک ارسال نکنید. در برخی موارد ملاقات حضوری داشته باشید یا حداقل تلفنی صحبت کنید. یک ایموجی بیانگر هیچ چیز نیست. توجه داشته باشید که عادات 4، 5 و 6 متفاوت هستند اما با هم کار میکنند.
در طول سالها فرانکلین کاوی به دانش آموزان ریشه، مسیر و ثمره این منو رو آموزش داده. عادت 4. فکر کنید برد پایه یا ریشه روابط مؤثره. راه رسیدن به اونجا تمرین عادت 5. ابتدا به دنبال درک کردن باشید، سپس به دنبال درک شدن باشید و ثمره تمرین عادت 4 و 5 عادت 6 هم‌افزاییه. عادت 6 هم‌افزایی کنید. تمرین همه عادت‌های دیگه ما رو برای عادت هم‌افزایی آماده میکنه. هم‌افزایی جوهر رهبری اصل محوره. این بزرگترین قدرت‌ها رو در بین مردم کاتالیز، متحد و آزاد میکنه. به طور ساده هم‌افزایی به این معنیه که کل از مجموع اجزای اون بزرگترن. این به این معنیه که رابطه قطعات با یکدیگر بخشی از خوده و این بخش کاتالیزورترین، قوی کننده ترین، متحد کننده ترین و هیجان انگیزترین قسمته. زندگی یک ورزش گروهیه و با نگرش و مهارت‌های مناسب میتونید پاسخ‌های هم‌افزایی برای مشکلات پیچیده پیدا کنید. البته نه در همه زمانها، بلکه در اکثر مواقع. شما باید به این ایده اعتقاد داشته باشید که با همکاری یکدیگر میتونیم راه حلی پیدا کنیم که بهتر از اون چیزی که در ذهن داشتیم. یک عامل اساسی برای یافتن جایگزین‌های سوم اینه که خودخواهی رو کنار بذارید و تصدیق کنید که برای یافتن بهترین راه حل به هوش جمعی همه افراد درگیر نیاز دارید. یکی دیگه از اجزای سازنده گفتگوه. ما باید یاد بگیریم که چگونه با همدیگه ارتباط برقرار کنیم. ما باید طوفان فکری داشته باشیم. در مورد مسائل صحبت کنیم. ایده ها رو کنار بذاریم و بارها و بارها اونها رو تکرار کنیم. هم‌افزایی و ارتباطات. نتیجه‌ای که دسترسی و ارتباط میتونه ایجاد کنه فوق‌العاده است. امکانات و پیشرفت چشمگیر اونقدر واقعیه که ارزش چنین ریسکی رو داره. 3 سطح مختلف ارتباطات و میزان ارتباط اونها با اعتماد رو در نظر بگیرید. دفاعی. پایین ترین سطح ارتباطات ناشی از شرایط بی‌اعتمادی با حالت دفاعی، محافظتی و غالباً زبان قانونی که همه پایه ها رو پوشش میده و شرایط فرار رو مشخص میکنه. چنین ارتباطی فقط شرایط برد باخت یا باخت باخت رو ایجاد میکنه. مؤثر نیست، دلایل بیشتری برای دفاع و محافظت ایجاد میکنه. احترام. موقعیت میانی ارتباط محترمانه است. احترام موقعیت میانی ارتباط محترمانه است. سطحی که افراد نسبتاً بالغ با اون ارتباط برقرار میکنن. اونها مؤدبانه ارتباط برقرار میکنن اما نه همدلانه. ممکنه یکدیگر رو از نظر فکری درک کنن اما اونها واقعاً به پارادایم ها و مفروضات نهفته در موقعیت های خودشون نگاه نمیکنن و به امکانات جدید توجه دارن. ارتباط محترمانه در شرایط مستقل مؤثره اما بدون امکانات خلاقانه. هم‌افزایی به معنی اینه که 1 به اضافه 1 ممکنه برابر 8، 16 یا حتی 1600 باشه. موقعیت هم‌افزایی اعتماد بالا و راه حل‌هایی بهتر از هر پیشنهادی رو ایجاد میکنه و همه طرفین اون رو میدونن. اونها همچنین واقعا از فعالیت خلاقانه لذت میبرن. داستان هم‌افزایی تکنولوژی. سرگئی 2 سال در رشته علوم کامپیوتر در دانشگاه استنفورد مشغول به تحصیل بود تا به دانش آموزان جدید کمک کنه. اون روز صبح قرار بود فردی رو به نام لری در اطراف محوطه دانشگاه ببینه. اونها بلافاصله با هم اخت نشدن و از هم فاصله گرفتن. تقریبا در همه چیز اختلاف نظر داشتن اما سرانجام اونقدر در تضاد با همدیگه در مورد هر موضوعی لذت بردن که با هم دوست شدن. در حالی که سرگئی و لری کامپیوتر رو دوست داشتن اونها کاملا متضاد همدیگه بودن. سرگئی مشغول مهمانی ها بود، لری درونگرا بود. سرگئی نمیتونست بی حرکت بشینه اما لری با صرف زمان بسیار و با زحمت فراوان با آجرهای لوگو پرینتر میساخت. وقتی برای بخشی از پایان‌نامه لری با هم کار کردن، روشی جدیدی رو برای جستجوی اینترنت آزمایش کردن. در اون زمان اگر شما یک کلمه رو در کامپیوتر تایپ می‌کردید، اینترنت نشون میداد چند بار از اون کلمه و در کجا استفاده شده. لری فکر کرد که جستجوی لینک‌ها جالبه، نه کلمات. اون تصور کرد هرچه بیشتر یک وبسایت به وبسایت‌های دیگه پیوند داده بشه، اهمیت اون بیشتر میشه. با استفاده از رویکرد اون، نتایج جستجو به ترکیب اهمیت روی صفحه شما ظاهر میشن. تولد بکروب. سرگئی و لری برنامه جدید خودشون رو بکروب نامیدن.
زیرا تعداد پیوندهای یک وبسایت اصلی رو شمارش میکرد. برای اجرای برنامه اونها اتاق لری رو با کامپیوترهای ارزون قیمت پر کردن که شبکه دانشگاه تقریبا بسته شد. بنابراین اونها پروژه خودشون رو به گاراژ یکی از دوستاشون منتقل کردند. سالها بعد بیش از 1 میلیارد نفر از بک‌روب استفاده کردند که اکنون گوگل نامیده میشه. شرکت لری پیج و سرگی برین در خوابگاه راه اندازی شد. دو دانشجوی دانشگاهی که گوگل رو تأسیس کردند به ندرت در مورد چیزی توافق می‌کردند. اگر اونها همیشه چشم در چشم و بلگو بودن چه اتفاقی می‌افتاد؟ بدیهیه که اونها برای تأسیس یکی از بزرگترین شرکت‌های جهان به نقاط قوت همدیگه نیاز داشتن. هیچ کدوم به تنهایی نمیتونستن این کار رو انجام بدن. به فردی فکر کنید که معمولاً مسائل رو متفاوت از شما میبینه. روش‌هایی رو که ممکنه از این تفاوت‌ها به عنوان اصولی برای راه حل‌های جایگزین سوم استفاده بشه در نظر بگیرید. شاید بتونید نظرات اون رو در مورد پروژه یا مشکلات فعلی جویا بشید و به دیدگاه‌های متفاوتی که احتمالاً میشنوید اهمیت بدید. قسمت 4: تجدید. عادت 7: اره رو تیز کنید. فرض کنید در جنگل با شخصی برخورد میکنید که درختی رو با زحمت اره میکنه. میپرسید چی کار میکنی؟ با بی‌حوصلگی پاسخ میده نمیبینی؟ من دارم این درخت رو اره میکنم. فریاد میزنی خسته به نظر میای. چند وقتی که مشغول این کاری؟ اون پاسخ میده بیش از 5 ساعت و این کار خیلی سخته. شما میپرسید خب چرا چند دقیقه استراحت نمیکنی و اون اره رو تیز نمیکنی؟ مطمئنم که خیلی سریعتر پیش میری. مرد با تاکید میگه من وقت ندارم که اره رو تیز کنم. من خیلی مشغول اره کردنم. عادت 7 در مورد صرف وقت برای تیز کردن اره است. عادات دیگر رو در الگوی 7 عادت احاطه کرده، زیرا این عادتیه که تمام ممکنها رو ایجاد میکنه. اساساً عادت 7 بزرگترین دارایی شما رو حفظ و تقویت میکنه. 4: بعد تجدید. اساساً عادت 7 بزرگترین دارایی شما رو حفظ و تقویت میکنه. این 4 بعد طبیعت شما رو تجدید میکنه. فیزیکی، ورزش، تغذیه، مدیریت استرس. ماهیت تجدید بعد فیزیکیه که به این طریق میتونیم اره رو تیز کنیم. روحی، تبیین ارزش‌ها و تعهد، مطالعه و مدیتیشن. تجدید بعد معنوی زندگی شما رو رهبری میکنه. روانی، خواندن، تجسم، برنامه‌ریزی و نوشتن. بیشتر رشد ذهنی و رشته تحصیلی ما از طریق آموزش رسمی حاصل میشه، اما به محض اینکه نظم و انضباط مدرسه رو ترک میکنیم بسیاری از ما به خودمون اجازه میدیم ذهنمون رو از کار بندازیم. هیچ راهی مانند مطالعه کتاب‌های خوب برای اطلاع رسانی و توسعه منظم ذهن وجود نداره. اجتماعی عاطفی، خدمات، همدلی، همافزایی، امنیت ذاتی. ابعاد اجتماعی و عاطفی زندگی ما با هم گره خورده، زیرا زندگی عاطفی ما عمدتاً اما نه منحصراً در روابط ما با دیگران توسعه یافته و در روابط ما نمایان میشه. این بعد بر عادات 4، 5 و 6 متمرکزه. اصول رهبری بین فردی، ارتباط همدلانه و همکاری خلاق. اگر امنیت شخصی ما از منابع درونی ما ناشی میشه، پس ما قدرت تمرین عادات پیروزی عمومی رو داریم. شاهکار تیز کردن اره. در سال 2008 لین مانوئل میراندا به مدت 7 سال بیوقفه کار میکرد تا اولین موزیک خود با نام در ارتفاعات رو بر روی صحنه ببره. پس از برنده شدن 4 جایزه، سرانجام زمانی رو برای تعطیلات به مکزیک اختصاص داد. اون کمی مطالعه در ساحل انجام داد. الکساندر همیلتون اثر رانچنو، بیوگرافی جامع پدر بنیانگذار که عمدتاً فراموش شده. میراندا در مصاحبه با آریانا گفت لحظه‌ای که مغز من یک لحظه استراحت کرد، همیلتون وارد اون شد. تصادفی نیست که بهترین ایده‌ای که در زندگی داشتم در تعطیلات به ذهنم رسید. ایده همیلتون با شکستن رکوردها به یک پدیده فرهنگی تبدیل شد. بنابراین بسیاری از مشاغل در عصر کار دانشمندان به تصمیمات عاقلانه و قضاوت خوب بستگی داره. خوشبختی ما به کیفیت روابط ما بستگی داره. ممکنه فکر کنید که وقت ندارید ورزش کنید، یک دوست رو ببینید، یک کتاب بخونید، خاطرات خودتون رو بنویسید، در اون کنفرانس شرکت کنید، استراحت کنید یا به تعطیلات خانوادگی برید. در واقع وقت ندارید که این کار رو بکنید. تغییر واقعی از درون به بیرون میاد.
این ناشی از تجدید نگرش و رفتار با تکنیک سریع رفتار بیرونی نیست. این ناشی از ضربه زدن به ریشه است. در زندگی با تمرکز بر اصول صحیح و ایجاد تمرکز متعادل بین انجام و افزایش توانایی خودمون در وظیفه ایجاد زندگی مؤثر، مفید و آرام برای خود و آیندگان خودمون توانمند میشیم. استفان آر کاوی یک رهبر معتبر بین‌المللی، کارشناس خانواده، معلم، مشاور سازمانی، رهبر تجارت و نویسنده بود که زندگی خودش رو وقف آموزش زندگی با محوریت و رهبری برای ایجاد خانواده و سازمان کرد. 7 عادت افراد بسیار مؤثر به عنوان تاثیرگذارترین کتاب تجاری قرن 20 انتخاب شد و بیش از 40 میلیون نسخه به بیش از 40 زبان فروخته شد. شان کاوی یک مدیر تجاری، نویسنده، سخنران و مبتکره. اون رئیس فرانکلین کاوی ادیشنه و متعهد به تغییر آموزش و پرورش در سراسر جهان از طریق رهبری اصل محوره. اون فرایند مدرسه فرانکلین کاوی به نام لیدرین می رو مدیریت میکنه که اکنون در بیش از 5000 مدرسه و 50 کشور در سراسر جهان انجام میشه. پایان کتاب. ممنونم از اینکه با ما در این خلاصه کتاب همراه بودین.